عزیز، یک کلیپ آموزشی من به ذهنم رسید برای دوستان بگم. نکنه خیلی ها پکیج دارن. این پکیج سرویس کامل شده، لورش هست، رفته تست شده، مشتری رفته نصب کرده تو شهرستان، میگه آقا دستگاه کار نمیکنه. بعد ما اومدیم اینجا تستش کردیم، اینو اصلا 3 ساعت داره کار میکنه. دودکش مشتری که رفته اونجا نصب کرده، مسیر دودکش گیر بوده، دستگاه خطا میزده، قطع میکرده. دوستان موقعی که دستگاه رو نصب میکنین دودکش رو خیلی دقت کنین. دودکش اگر مسیرش گیر باشه یا مشکل تنفس داشته باشه، دستگاه درست کار نمیکنه. هرچند که این پرشر بالا، قسمت بالا پرشر هوا، خودش مسئولیت این کار داره، ولی وقتی که مسیر نیم باز باشه، یه مقداری هوا رو که رد کنه، دستگاه خیلی قطع و وصل میکنه. اینو گفتم به ذهنم رسید برای دوستان عزیز بگم که اگر یک زمانی دستگاهشون به مشکل خود، بلافاصله بازش نکنن، اول مسیر دودکششون رو چک کنن.